سلام دوستای گرامی. GCS که هست از 3 بخش تشکیل شده. GCS یا گلاسکوپ اسکیل. اول چی است؟ چشم است. فاصله چشم یا چی؟ آی. از 1 الی تا 4 نمبر می باشه. دومش چی است؟ تکلم است. در تکلم یا چی؟ ویربال از 1 تا 5 نمبر میگیره. و سوم چی است؟ حرکت است. حرکت یا چی؟ موتور است. در موتور که است از 1 تا 6 نمبر میگیره. هر کدام پارامترها به صورت کامل داخل چنل یوتیوب ما ثبت شده، میتونه شما او را به صورت کامل بیننده باشید.